این دو نعمت، نعمت علم و معلم، سبب هدایت می شوند و هدایت سبب رضایت صاحب نعمت می شود. کسی که برای ما دلسوزی کرده و معلم فرستاده. اگر ما هدایت بشیم، آرزوی الله تحقق پیدا کرده و خوشحال می شود و از رضایت الله سعادت تولید می شود در دنیا و آخرت. همه ما خواهان سعادتیم، پس باید الله رو شکر بکنیم. چون سعادت از هدایت تولید می شود و هادی و بشیر و نذیر برای ما الله فرستاده، پس شکر اول و آخر همش برمی گردد به خودش. الله ما الله پاکی هاست، الله ما الله زیبایی هاست. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خدا پاک است، جز پاکی نمیپسندد و نمیپذیرد. الله ما الله زیبایی هاست. ان الله جمیل یحب الجمال. زشتی را نمیپسندد و نمیپذیرد، چون خودش خالق زیبایی هاست. الله ما الله مهربانی هاست. الله رحمت ها و شفقت ها و عاطفه های زیباست. خشونت را نمیپسندد، غلظت را نمیپسندد، سنگدلی را نمیپسندد و نمیپذیرد. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك انك لعلى خلق عظیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الله ما الله مهربانی هاست، خالق دل هاست و دلها را با عاطفه های زیبا به هم پیوند می دهد و لذت می برد از چیزی که خودش خلق کرده. دل خودش آفریده، محبت در دل خودش آفریده و وقتی که دو برادر و دو خواهر مؤمن عاطفه های زیبا رو با همدیگر تبادل دارند، الله لذت میبرد از این منظره و از این صحنه. سوژه های زیبا دوست داشتنی برای الله. امروز و امشب بهترین سوژه تبادل محبت و عاطفه هست و الله لذت میبرد از این همه عاطفه های دینی و خوب. رب اخ لک لم تلده امک انما المؤمنون اخوه. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جہان ہمارا. چین و عرب مال ماست، هندوستان مال ماست. مسلمان هر کجا که باشد هموطن ماست. سارا جهان ہمارا، کل جهان مال ماست. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من توام یا تو منی. چنین اللهی دوست داشتنی است، قابل تعظیم هست، قابل تشکر هست.
قابل سپاسگزاری و قدرشناسی است. اگر از الله تشکر نکنیم از که باید تشکر بکنیم؟ چه کسی غیر از الله این همه برنامه‌های خوب برای بهینه ساختن زندگی ما برای ما قرار داده؟ مجریان خوب فرستاده که طرح‌های خوب را به خوبی پیاده بکنن. ما بعض موقع اونقدر بیرحمیم که برای تربیت فرزندانمون هم برنامه نداریم. برامون مهم نیست که شکار چی بشه، ولی الله برای ما برنامه میریزه که ما چی بشیم، کی بشیم، فرجاممون چه بشه، خاتممون چه بشه. گناه بنده می کند، الله شرمسار است. الله خجالت می کشد از گناه بنده، ولی بنده خودش خجالت نمی کشه. روح و ریحان و جنت نعیم. امشب نسیم خوشی می وزد. امشب ملتقى الاحباب است. اینجا ملتقى الاحباب است. بوی مکه و مدینه می آید، بوی عرفات و منا می آید، بوی رمضان می آید، بوی آسمانی می آید. از این مجلس بوی محمدی می آید، بوی خدایی می آید. این مجلس مجلس خدایی است. غیر از بنده خدا نمی تواند اینجا بیاید. از دیروز که افتخار نصیب شده در این مجلس قرار بگیریم، تمامی جوارحمون بیمه شده. نه چشم حاضر گناه بکنه، نه گوش حاضر گناه بشنوه، نه زبان حاضر گناه بگوید، نه پا حاضر گناه برود، نه فکر حاضر که نادرست تصور کند، نه دل حاضر است که نادرست دوست بدارد. همه چیز طاهر شده. چقدر مردم خوبی داریم ما، حرف شنو، مؤدب، تابع، خستگی ناپذیر. آدم شرمنده میشه که اسم خودشو عالم بذاره و نتونه این همه محبت‌های بیرنگ و ریا را جواب بده. همش افاده و استفاده هست. بهترین کسان مفیدان و مستفیدانند. یا باید مفید باشی یا باید مستفید باشی، یا باید معلم باشی یا باید متعلم باشی. راه دیگر ندارید. کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم، علمم به جهل خودم بیشتر شد. انسان بزرگی میگوید، محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه میگوید، کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. به هر درجه علمی که برسید نباید دور از استفاده باشید، بازم باید استفاده ببرید.
همیشه نباید فایده برسونید، باید استفاده هم ببرید تا تواضع در من و تو ایجاد بشه. اگه همیشه به من و تو گفتن معلم معلم معلم، فکر میکنیم کسی شدیم. دیگه فکر میکنیم که حالا سنمونم بالا رفته، نیاز نداریم که متعلم باشیم. زگهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. خدایا چقدر باید از تو تشکر بکنیم. شیخ عدنان درویش جمله رو گفت: المتحابون بجلال علی منابر من نور، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. در خاتمه صحبتش دست گذاشت رو دل ما، دست گذاشت رو نبض ما و این جمله رو گفت. این جمله مال خودش نبود، مال اون معلم بزرگ بود که به همه شما، ما و شما درس دادن. حتما باید به برادر و خواهر مسلمانت بگی انی احبکم فی الله. این جمله رو گفتن و صحبتشون رو خاتمه دادن. واقعا سرمایه هست. ما هم در جوابش میگیم لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو ما را و شما ما را به خاطرش دوست می‌دارید، شما را دوست بدارد. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. ما فکر میکنیم که مکه و مدینه آدمو میسازه، زمین و زمان آدمو نمیسازه، قدسیت به همراه نمی آورد. به عقل پرداختن و به روح پرداختن و به علم پرداختن و به اخلاق پرداختن هر کجا که باشید تو رو مقدس میکنه.